دیجیتال مارکتینگ یعنی استفاده از اینترنت و ابزارهای دیجیتال مثل وبسایت، شبکه‌های اجتماعی و ایمیل برای تبلیغ و فروش محصولات یا خدمات. به جای تبلیغ در روزنامه یا تلویزیون، می توانید در اینستاگرام، گوگل یا پلتفرم‌های دیگر تبلیغ کنید. روش‌های دیجیتال مارکتینگ: وبسایت مثل ویترینی از محصولات و خدمات شما عمل می‌کند. شبکه‌های اجتماعی با پست گذاری و ارتباط با مخاطبان در اینستاگرام، فیسبوک و غیره. ایمیل مارکتینگ: ارسال ایمیل به مخاطبین و معرفی محصولات. ویدیوهای تبلیغاتی: تولید ویدیو و اشتراک گذاری آنها برای معرفی محصولات. چرا دیجیتال مارکتینگ مهم است؟ 1. دسترسی بیشتر. بیش از 60% جمعیت جهان به اینترنت دسترسی دارند. 2. هزینه کمتر. تبلیغات اینترنتی ارزان‌تر از تبلیغات تلویزیونی و چاپی است. 3. هدفگیری دقیق‌تر. میتونید تبلیغات رو با افراد خاص که علاقه‌مند به محصولات شما هستند نشان دهید. 4. قابلیت اندازه‌گیری. امکان بررسی تعداد بازدیدها، کلیک‌ها و خریدها وجود دارد. 5. تعامل بهتر. میتونید با مخاطبان در ارتباط باشید و اعتماد آنها را جلب کنید. 6. سرعت بیشتر. سریع میتونید تبلیغات را راه اندازی کرده و نتایج آن را ببینید. 7. رقابت پذیری. برای عقب نماندن از رقبا، حضور در فضای دیجیتال ضروری است. 8. افزایش فروش. با دسترسی به مخاطبان بیشتر، فروش نیز افزایش می‌یابد. نتیجه گیری. با شناخت اهمیت دیجیتال مارکتینگ میتونید به کمک ابزارهای مختلف مانند ایمیل مارکتینگ، وبسایت و کمپین‌های تبلیغاتی به فروش محصولات و خدمات بپردازید. ما در این سیستم درآمدزایی آنلاین به شما کمک می‌کنیم تا با استفاده از آموزش‌های حرفه‌ای و ابزارهای قدرتمند به درآمد برسید و در همکاری با برندهای معتبر کسب درآمد کنید. همان همکاری فروش یا افیلیت مارکتینگ.